سلام عرض میکنم خدمت شما همه عزیزانم. امروز میخوام در مورد وضعیت ایرانیای خارج از کشور و شرایط مهاجرت به ویژه بعد از دهه 90 خورشیدی صحبت بکنم. در درجه اول من یه چیزی که خاطرم است در امارات سال 2007 2008 که اونجا بودیم، پایین ترین مرتبه شغلی برای یک ایرانی، چیزی که من به چشم خودم دیدم، حالا البته میگم ممکن پایین تر از اینم وجود داشته باشه، ولی اون چیزی که مشهود بود برای یک آدمی که تو فضای اونجا بود، پایین ترین مرتبه شغلی برای ایرانی مربوط میشد به صندوقدار یکی از فروشگاهایی که نزدیک خونمون بود. من دیگه این بنده خدا کار صندوقداری انجام میداد، جوونی اهل شیراز بود و دیگه من از این مرتبه شغل پایینتری دیگه ندیدم اونجا. بنده خدا پسر خیلی خوبی بود و هیچ وقت کار یدی هم انجام نمیداد. مثلا اینجوری نبود که کار یدی و اینا مثلا که به گردنش بزنن، فقط صندوقداری فروشگاه انجام میداد. این به چه معناست؟ به این معنا که انتظاراتی که ایرانی‌ها از شغل خودشون در کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتن اینقدی بالا بود که یا کسب و کار خودشونو داشتن یا اگه برای یه نفر دیگه هم کار میکردن دیگه در بدترین حالتش صندوقدار یه فروشگاهی میشد. برمیگردیم به زمان حاضر و این ایام و خبرهایی که داریم میبینیم. من توی یکی از رسانه‌های مربوط به ایرانیای کشورهای حاشیه خلیج فارس چند تا خبر دیدم جالب. یکی این بودش که یک مطلب حالا تحلیلی خبری نوشته بود و توش توصیه کرده بود به ایرانیا که اینجا به هیچ عنوان نیاین کارگری ساختمون انجام بدین. قبلا اصلا در مخیله خیلی از ایرانیان نمی گنجید که حتی مثلا به این دلیل بتونن برن، ولی الان الظاهر یک سری از مردم جوونا فکر میکنم مثلا کار ساختمون هم میشه مثلا اونجا انجام داد، در حالی که عمان خیلی بلند مرتبه سازی نداره. ولی کسی که داره تو دبی، توی در واقع کشور امارات، توی کشور قطر فعالیت میکنه و کارگری ساختمون انجام میده، داره روی برجای چند ده طبقه و در هوای بسیار گرم و شرایط بسیار سخت کار میکنه. به خاطر همون بعضی از ملیت‌ها فقط حاضرن فعالیت بکنن تو این زمینه و کارگری ساختمون اونجا انجام بدن. با اون چیزی که ما از ایران و کارگری ساختمون اینجا میشناسیم خیلی فرق میکنه و به شدت کارهای سخت و در واقع طاقت فرساییه. شما ببینید شرایط چجوری شده که یک شهروند ایرانی که قبلا دی پایین‌ترین مشاغلی که میتونست داشته باشه در کشور امارات همچین چیزی بود، حالا دنبال این میفته که ببینه آیا کارگری ساختمونم میتونه انجام بده اونجا یا نه. و این به طور طبیعی فکر می‌کنم خیلی واضح نشون بده که شرایط برای ایرانیا چطور شده از لحاظ اقتصادی تو این فاصله زمانی.